الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. برادران و خواهرانی عزیزم، امروز از بابت 6 اصلهای بزرگ که در قرآن کریم بیان آن آمده، ما با شما این 6 اصل را جستجو میکنیم. رحمتی الله تبارک و تعالی سر ما و شما باشد. بدانیم که یکی از دلیل‌های بزرگ و شگفته‌های بالاترین نشانه‌های قدرت الله پادشاه غالب 6 اصل هست که باری تبارک و تعالی آنها را برای عوامی عرب‌های زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم با توضیح روشن بیان کرده است، بیشتر از هر چی که مردم ها گمان میبرند. این اصل ها بسیار تکرارش در قرآن شده، ذکر آن در قرآن آمده و مختلف اسالیب عربی و صیغت‌های عربی بیان آن شده، بیشتر از هر چی که ما و شما گمان میکنیم. یعنی بیشتر از نماز، بیشتر از روزه، بیشتر از زکات و حج و ذکر. ولی با این همه بسیاری از هوشمندان جهان و دانشمندان بنی آدم در آن دچار و خطا شدند، بسیار فریب یافتند، مگر گروهی اندکی. این اصلها چی هست؟ اصل اول، اخلاص دین برای باری تبارک و تعالی، اخلاص عبادت برای الله تبارک و تعالی که هیچ شریک ندارد، و بیان ضد آن که همان شرک به باری هست. مسئله بیان توحید، مسئله بیان شرک در قرآن اولین و بزرگترین و بالاترین و زیادترین مسئله می باشد. دلیل‌هایش زیادتر، به صیغت‌های مختلف، به مناسبت‌های مختلف این اصل را خداوند بیان کرده است که توحید و اخلاص چی هست، برای کی لازم هست، و شرک چی هست. این اصل از زاویه‌های مختلف نازل شده در قرآن، بیانش شده در قرآن، توضیحش شده در قرآن، به طوری که حتی ساده ترین مردم هم میفهمند. حتی اگر بسیاری از سورت‌های قرآن را بخوانیم، کدام
حکمی مسئله فقهی در آن جای ندارد، در آن ذکر نشده، مگر هیچ سوره از سورت‌های قرآن به ذکر توحید و یا به ذکر شرک نیست، یا به طور صریح یا به طور دلالت تطابقی و تضمنی که اصول علمای اصول فقه آن را بیان کرده است. مثلا در سوره فاتحه که ما و شما در هر رکعتی از رکعتهای نماز میخوانیم، آن را میبینیم که از اول سورت تا آخر سورت غیر ذکر توحید دیگر چیز نیست. حتی در آن آیت های کریمه که در قرآن آمده به بابت احکام نماز یا روزه یا زکات یا حج، باز هم در ضمن آنها ذکر توحید می آید و می شود. وقتی که به صیغت‌های مختلف بیان اخلاص برای الله شده که چطور مخلص باشید به عبادت خود به خداوند، چطور توحید را انجام دهید به طور اخلاص برای الله. هرچی که ما گوییم 6236 آیت های قرآن مجید بر عد کوفیین می باشد. 6000 بالا آیت های قرآن هست و این 6000 آیت ها فقط 500 آیات از احکام می باشد. به طور حساب بالاتر، یعنی 5500 آیت های قرآن زیادتر در بابت این مسئله آمده. پس باید مسلمان دنبال این مسئله زیادتر باشد که توحید چی هست؟ شرک چی هست؟ توحید راهی کی هست؟ شرک راهی کی هست؟ مسائل توحید چی هست؟ مسائل شرک چی هست؟ 5500 آیات در بابت بیان صفتهای رب العالمین آمده و بیان حقی آن آمده که توحید است. در باره و بیان در به خاطر این آمده که شرک چی هست، مشرکان کی هست، ثواب آدم‌های مخلص که انبیا و پیغمبرها بود و تابعداران آنها چی هست و عذاب مشرکان چی هست. برادران، خواهران عزیزم، این اصل از زاویه های مختلف در قرآن بیانش شده به طوری که حتی ساده ترین مردم هم میفهمند. اما وقتی حال امت چنین شد که شد شیطان اخلاص را در نظر آنان به صورت کم احترامی
به صالحان نشان داده و شرک را به صورت محبت و پیروی از صالحان جلو داده. شیطان فهمید که ممکن نیست مردمها را در دام شرک بیاندازم و آنان را در چقری شرک اندازم تا که چشمهای بصیرت دلشان را مختلف نسازم. پس چی کرد؟ بصیرت دلهایشان را ضعیف کرد تا وقتی که آنها نور توحید را به صورت ظلامت و تاریکی می‌بیند و چقری شرک را آنها به نام بلندی و به نام توسل و به نام استغاثه به صالحین جایز می‌دانند. پس وقتی که شیطان این کوشش را می‌کند که سر راه صراط مستقیم هست، استاد هست، می‌خواهند که مردم‌ها را به طرفی از راه مستقیم به این طرف و اون طرف آنها را کند، پس باید ما و شما ثابت شویم سر راه صراط مستقیم. هر کاری که میکنیم همین سوال را کنیم که این دین اسلام دینی من نیست، دینی عقل من نیست، دینی خواهشات من نیست، دینی الله هست، دینی پیغمبر الله هست. پس باید پرسان کنیم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم چی میکرد، چی میگفت، وقتی که کدام مشکل سرش میآمد چی میگفت؟ یا این را میگفت که یا الله ربنا ربنا چنان که در قرآن بیانش آمده، یا عیاذا بالله غیر از الله را ذکر میکرد؟ ایا پیغمبر ما سرداری کونین صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که ذکر خدا را میکرد، ذکر الله را میکرد، چی میگفت؟ ای را میگفت که الله اکبر، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله. این را نمیگفت که کدام غوثی هست با خدا، کدام مددکاری هست با خدا، بلکه چنان که در تفسیر ابن عباس آمده که او گفت حسبنا الله و نعم الوکیل، ابراهیم علیه السلام همین سخن را زد وقتی که در آتش کافران او را انداخت. و پیغمبر صلی الله علیه و سلم و اصحاب کرامش همین سخن را زد حسبنا الله و نعم الوکیل وقتی که مشرکهای قریش در احزاب یک جا شد و میخواستند که مسلمانان را برباد کنند. هرچی که میتوانید پسران و دخترانی عزیزم تفسیر قرآن را ببینید. اینطور نباشد که میخوانیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف عبادت تو را میکنیم ای پروردگار عالم، ای الله. ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف عبادت تو را میکنیم ای
تربیت کننده ما. ای باری تعالی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف عبادت و مدد طلب میکنیم، قوت میخواهیم از تو ای رحمان و رحیم، ای مالک یوم الدین. تفسیر قرآن را ببینیم، تلاش کنیم. به این طرز انسان خلاص نمی شود که او بگوید من به راه پدر و مادر می روم، من به رسم و رواج می روم. وقتی که تو برای پدر و مادر می روی و رسم و رواج عمل می کنی، پس ندانستی که دین حق چی هست. دین حق آن دین هست که دلیل و دلایل آن در قرآن آمده، نه به طرزی که پدر خود اختیار کرده یا مادر، نه به حالی که موافق از رسم و رواج هست یا نه. خاطر همین پیغمبر صلی الله علیه و سلم را الله امر کرده در قرآن که برای امت خود همین را بگوید. و اذ حضر یعقوب الموت، به یاد خود بیاورید وقتی که یعقوب علیه السلام وقتی زکندنش شد، آخر لحظات عمرش بود، برای پسران خود چی گفت؟ اذ قال لبنیه ما تعبدون من بعدی. به همون حال و به همان حال برای پسران خود گفت ما تعبدون من بعدی، شما عبادتی چرا میکنیم؟ عبادتی چرا میکنید بعد از مردن من؟ قالوا، آنها گفتند نعبد الهک، ما عبادت میکنیم عبادتی آن معبودی که تو آن را عبادت میکردی، و اله آبائک، و عبادتی آن معبود را میکنیم که پدرانت آن را عبادت میکردند، ابراهیم و اسحاق. پدرکلانت ابراهیم و پدرت اسحاق عبادتی الله را میکردند، عبادتی معبودی میکردند، معبودی بر حق. الها واحدا، معبودی بر حق یکتا هست، تنهاست. و نحن له مسلمون، و ما با آن ذات مقدس تسلیم شده ایم. یعنی هیچ وقت شرک نمی آوریم. خاطر همین لقمان حکیم چنان که در سوره لقمان آمده برای پسر خود گفت یا بنی، ای پسر من، لا تشرک بالله، هرگیز شرک نیاور با الله. این الشرک لظلم عظیم، بیشک و شبهه شرک یک چیزی هست که ظلمی بالا و ظلمی بزرگی هست که تو با خود میکنی، ظلم میکنی با خداوند. چنان در قرآن آمده فصل لربک وانحر، پس صرف برای پروردگار خود نماز بخوان.
و ذبح کن. مثل که نماز به الله میخوانید، مثل که لا اله الا الله میگویید، همان طور سجده به غیر الله نکنید، همان طور رکوع به غیر از الله نکنید، همان طور ذبح و نذر به غیر از الله نکنید. نمی توانید ای پدران، ای پدران و مادران مهربان، که از شرک دور باشید تا که حقیقت توحید را نشناسید. و حقیقت توحید در آیاتهای زیاد از قرآن آمده، چنانکه رب العالمین می فرماید قل، بگو برای مردم ها، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و بذلك امرت و انا اول المسلمین. بگو، اعلان کن، خبر بده مردم ها را، این صلاتی، بشک نماز من، و نسکی، ذبح من، عبادت های من، و مماتی و محیای، زندگی من، و مماتی، مردنی من، لله رب العالمین، خاص به الله هست که او پروردگار عالم هست. لا شریک له، هرگیز شریکی ندارد. و بذلك امرت و انا اول المسلمین. و به همین توحید و قبول توحید امر سرم شده و از شرک دور رفتن امر سرم شده و من به امرهای خداوند مستسلم هستم. و انا اول المسلمین، من اولین مسلمان هستم. این سخنها را قبول دارم. در حدیث عبدالله بن مسعود رضی الله عنه آمده، گفت که از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم پرسان کردم و گفتم ای ذنبی، کدام گناه بزرگترین گناه است؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت الاشراک بالله. بالاترین گناه، سختترین گناه شرک می باشد با خداوند. یعنی کسی که سجده به الله می کند، سجده به غیر از الله می کند. یعنی کسی که می گوید یا الله، یا رب، یا حی یا قیوم، باز می گوید یا عیسی و یا جیلانی و یا پیر و یا امام و یا فلان و یا علان. قلت ثم ای، عبدالله بن مسعود می گوید که باز گفتم پس از شرک گناه سخت‌تر چی است؟ گفت عقوق الوالدین، نافرمانی امر پدر و مادر، آخ شدن از طرف پدر یا مادر. در دیگر حدیث آمده از جابر بن عبدالله رضی الله عنه روایت است، چنان که در مسلم شریف آمده، گفت که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود
من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. کسی که مرد از این دنیا رفت و حالش این بود که با خداوند شریک نیاورد. من مات وهو لا يشرك بالله شيئا، با خداوند شریک قبول نداشت، دخل الجنه، در بهشت و جنت داخل می شود. و من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. کسی که مرد و او با الله شرک قبول کرده بود یا شرک کرده بود یا شرک گفته بود، دخل النار، در دوزخ و آتش داخل می شود. خاطر همین پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم یک روز مهمانی کرد. کلانهای قریش را مهمان کرد. حالم این بود که آنها الله را می شناخت، تعظیم بیت الله را می کردند، بلکه نمازم می خواندند، صدقه هم می دادند، حج هم می کردند، چنان که در قرآن بیانی آن آمده. وقتی که نان را خورد گفتند برای پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که تو چرا ما را یک جای کردی؟ چرا ما را خواستی اینجا؟ پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم گفت ای قوم من شما را خواستم به خاطر یک سخن. اگر این سخن را گفتید، اگر این سخن را گفتین و عمل به آن کردین، عرب و عجم زیر دست شما می شود و دنیا و آخرت سربلند می باشید. در دنیا و آخرت سربلند می باشید، کامیاب می باشید. ابو جهل فرعونی ملت اسلام چی گفت؟ گفت ما را به پدرت قسم که 10 کلمه هم 10 گپ هم برایت می دهیم، بگو چی هست. در دیگر روایت آمده که او گفت والله و ابیک 10، ما را به الله قسم که 10 کلمه برایت می دهیم، چی می خواهی؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم برایشان گفت قولوا لا اله الا الله تفلحوا. بگویید نیست معبودی بر حق غیر از الله، کامیاب می شوید. آنها بالا شد، چادرهای خود، قلنسوه‌های خود را گرفتند و به زودی از خانه بیرون شدند و یکی با دیگر گفتند اجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ایا معبودهای مختلفی که ما داریم، پیرها و امامها و دوستهای خدا را میخواهند ما بمانیم، صرف به الله توجه کنیم. این یک بسیار عجیب گپی هست.
ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، ما نشنویدیم این سخن را، این گپ را پیش از این زمانه. این هذا الا اختلاق، این یک سخنی هست که از پیش خود پیغمبر جور کرده. ببینید برادرای مسلمان، خواهرای مسلمان، که آنها تعظیم کعبه را می کردن، نماز می خواندن، زکات می دادن، حج می کردن، پس چرا مشرک بودند؟ خاطر این که آنها معنای لا اله الا الله را قبول نداشتند. می گفتند که عبادت حق الله است و حق بنده ها، که آنها دوست های خداست یا پیغمبر هاست یا ملائکه است یا اولیای خداست یا امام هاست، آنها هم حق عبادت و تعظیم را دارند. در حدیث دیگر آمده که پیغمبر صلی الله علیه و سلم برایش امر شد و انذر عشیرتک الاقربین، بترسان قریبهای خود را از شرک و از عواقب شرک. و برایش آیات نازل شد فاصدع بما تؤمر و اعرض عن المشرکین، حق را بیان کن، نترس. هر چیزی که سرت امر می شود آن را بجای کن. و اعرض عن المشرکین، دور بگرد از مشرک ها و از عملهای آنها. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم سر جبل صفا بالا شد و به هوازی بلند صدا کرد یا معشر قریش، ای قریش ها، ای فلانی ها، ای فلانی ها، تا که به اقربای خود رسید گفت یا صفیه بنت عبد المطلب عمة رسول الله، ای صفیه دختر عبد المطلب عمه پیغمبر صلی الله علیه و سلم، یا فاطمه بنت محمد، ای فاطمه دختر محمد صلی الله علیه و سلم، اشهدوا ان لا اله الا الله، شما شاهدی ادا کنید، شاهد باشید و بگویید که نیست معبودی بر حق جز از الله کس. اشهدوا ان لا اله الا الله، همین سخن را بزنید و به آن عمل کنید. لا اغنی عنکم من الله شیئا، هیچ برای شما کدام مددکاری نمیتوانم کند. لا اغنی عنکم من الله شیئا، هیچ چیزی را که خدا بخواهد برای شما من آن را ممانعتش نمیتوانم بشم. وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم بهترین مخلوقات نمیتواند که یک فایده برای مشرک ها برساند، پس شرک بسیار یک خطرناک چیز است. باید بدانیم که شرک یک چیزی هست که در دل انسان جا گرفت، در زبان انسان آمد، عمل را باطل می سازد. چنان که در قرآن رب العالمین فرموده ان الله لا یغفر ان یشرک به، هیچ وقت الله نمی بخشد شرک را
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، و میبخشد سوا از شرک هر چیزی که باشد برای کسی که بخواهد. از الله تمنا دارم که توحید را در دل ما و شما کامل و پاک نگاه کند و عملهای ما و شما را به توحید و برای توحید انجام دهد و سخنهای ما و شما را به موافق از توحید و به تأکیدیت توحید نطق ما و شما کند. و صلی الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.